سلام به دوستان، خوش اومدیم به مزرعه امیرعلی فارم. دوستان امروز اومدم در مورد اردک ها بگم و اسماشونو و چه نژادی داریم. دوستان اینجا ما نظارگر نژاد اردک تزئینی یا پروازی یا رشتی هم بهشون میگن. خب این و این. خب و بقیه اردک های ما فقط یه دونه کاکلی داریم و که محلی حساب میشه. این اردک ما از بچگی من اینو بزرگ کردم، ولی این فقط این یکی رو من از بچگی بزرگ کردم و اینا رو من حالا خریدم و گرفتم. این دوتا اردک رشتی بهشون میگن یا خارجی. دوستان این یکی اردک محلیه، همچنین این که کاکلیه. دو تا منظور بس تزئینی هم استفاده میشه، هم محلی و اینم محلی و با این محلی. اسمشون چیه؟ اسم این چارلیه، اسم این بلقیسه و اسم این سنبول و اسم اونم چون کوچیک بودش دوستش، الان که بزرگتر شده کالکوچولو و این سه تا اسم نداره. این که کلا من داخل روزو که میام بهش غذا بدم بهش میام وحشی، چون یکم خوی وحشیگری داره و حمله میکنه و این دوتا حالا دیگه اسم نداره. حالا تو کامنت ها شما بگیم واسه چه اسمی بذاریم. اگه از ویدیوهای من خوشت میاد، از اینکه سبک ویدیو که از موگ و اردک ها ویدیو میذارم و دوست داری این ویدیو بیشتر بذارم، حتما منو سابسکرایب و لایک یاد نره. من تازه شروع به کار کردم داخل یوتیوب و قراره که این هوای سرد هنوز که زمستونش بهار اومده و هوا داره ابر میشه. بعد از این هوا قرار من ویدیومو شروع کنم و مرغ اردکامو بیارم و اینجا هم جای جوجه هاست داخل این قفس. جای جوجه اونجا و جوجه حالا فعلا تو خونه نگهداری میکنن چون به خاطر هوای سرد. پس لایک، سابسکرایب و نظر فراموش نشه. خدا نگهدارتون.